زمانی که از جنوب آسیا صحبت میکنیم، زندگی مملو از نشاط و سرگرمی در ذهن هر کس خطور میکند. با مقایسه با کشورهای غربی، کشورهای این منطقه از تنوع فرهنگ، غذاهای جالب خیابانی و موقعیت‌های تفریحی مختلفی برخوردار هستند. مخصوصاً هزینه خوراک و تفریحات به نسبت کشورهای غربی کمتر است. این باعث جذابیت این منطقه شده. ویتنام یکی از این کشورها است. ویتنام کشوری است که در طول تاریخ دفعات تحت استعمار در آمده، قحطی‌های زیادی را تجربه کرده. علیرغم این، ویتنام کشوری است با مردمان شکست ناپذیر که هویتشان را در طول تاریخ از دست نداده. چی به شمال اون سفر کنید، چی به جنوب اون، در هر نقطه این کشور شاهد تبسم و صمیمیت این مردم خواهیم بود. ویتنام کشوری است با طبیعت زیبا و دیدنی. ویتنام در جنوب آسیا واقع شده. جغرافیای باریکی دارد. از طرف شمال با چین، از غرب با کامبوج و لاوس همسایه است. از طرف شرق نیز نوار ساحلی این کشور را احاطه کرده است. مساحت این کشور 331 کیلومتر مربع بوده. جمعیت آن 97 میلیون نفره. یک طرف این کشور را کوههای سرسبز که تقریباً 40% مساحت این کشور را تشکیل می‌دهد، طرف دیگر آن محصور به دریاست. نظام حکومتی در این کشور جمهوری سوسیالیستی است. کشور توسط یک حزب اداره می شود و کمونیسم در این کشور حاکم است. واحد پولی در این کشور دونگ بوده و هر دلار آمریکایی تقریباً برابر با 24 دونگ است. اقتصاد این کشور بر پایه کشاورزی استوار است. مهمترین محصولات این کشور برنج، قهوه و ذرت است. ویتنام بزرگترین تولید کننده برنج و قهوه در دنیا است. در کنار این، ماهیگیری، گردشگری نیز از جمله منابع درآمدی در این کشور محسوب می شود. کشاورزی در این کشور به صورت سنتی اجرا می شود و انسان‌های زیادی مشغول به کار هستند. نیروی کار در این کشور بسیار ارزان است. به همین دلیل شرکت‌های بزرگ جهان کارخانه‌های بسیار را احداث کرده است. در ویتنام در مکان‌های عمومی نباید با جنس مخالف خیلی صمیمی شد. دوست ندارند زنان خیلی لباس‌های باز بپوشند. معمولاً لباس‌های محلی ترجیح داده می‌شود. نیمی از جمعیت ویتنام و دین‌های آسیایی معتقد هستند. 16% به بودیسم. بقیه نیز یا مسیحی هستند یا اعتقادی ندارند. انسان‌های بدون اعتقاد نزدیک به 30% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. زبان این کشور ویتنامی است. همچنان جوانان و میانسالان به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی آشنایی دارند. اکثر توریست‌ها به سالن ماساژ سر می‌زنند. بسیار از انسان‌ها صرفاً برای انجام این ماساژ به ویتنام سفر می‌کنند. اکثر مشتری‌های این سالن‌ها را مردان تشکیل می‌دهند. این ماساژها مناسب افراد حساس نیست، زیرا ماساژگران تمام نقاط بدن را ماساژ می‌دهند. با طور میانگین این ماساژها 1 ساعت زمان می‌برد و ساده‌ترین نوع اون 7 تا 8 دلار هزینه دارد. البته با توجه به هزینه‌ای که می‌کنید، می‌توانید ماساژگران را خودتان انتخاب کنید و حتی می‌توانید چند ماساژگر داشته باشید. جدا از این، در ویتنام مکان‌های تاریخی و معبد زیادی وجود دارد. بازدید از هر کدام از این مکان‌ها مستلزم پرداخت هزینه است. یعنی برای دیدن هر کدام از این مکان‌ها باید 1 دلار پرداخت کنید. در این کشور شبانه روز زندگی در جریان است. خیابان‌ها شب‌ها پر از جمعیت است. گرچه در این مورد تایلند بسیار معروف است، ولی ویتنام هم دست کمی از تایلند ندارد. اطراف خیابان‌ها پر از مکان‌های تفریحی است. در در ورودی این مکان‌ها خانم‌های جوان از مشتریان استقبال می‌کند. چیزی که در خیابان‌های ویتنام جلب توجه می‌کند این است که در خیابان‌ها بیش از مردان زنان حضور دارند. در این کشور زنان علاقه کمتری به کار در صنایع دارند. بیشتر در شاخه خدمات و توریسم فعالیت می‌کنند. به همین دلیل هم از فروشنده‌های خیابانی تا هتل‌ها و مکان‌های تفریحی بیشتر نیروهای کار را زنان تشکیل می‌دهند. مردم ویتنام بسیار خونگرم هستند. وقتی متوجه می‌شود توریسم هستند، بسیار رفتار خوبی دارند. مردم این کشور تنهایی را دوست ندارد. زندگی برای آنها در کوچه‌ها تعریف می‌شود. تنها برای استراحت کردن به خانه‌هایشان می‌روند. با سفر به ویتنام و تایلند هیچ وجه حوصله‌تان سر نمی‌رود. در واقع ویتنام کشوری است که تفریحات با کیفیت را با هزینه‌های مناسب می‌توان انجام داد. یعنی با 1000 دلار می‌توانید سفر خوبی داشته باشید. گواهینامه بین‌المللی در این کشور اعتبار ندارد و شما به عنوان یک گردشگر نمی‌توانید ماشین کرایه کرد و رانندگی کنید. در ویتنام به قدر مکان‌های تفریحی و گردشگری وجود دارد که هر انسان پیش از مرگ باید حتما از این کشور دیدن کند. فرق نمی‌کند چطور انسان هستی. در این بهشت زمینی حتما شما را جذب خواهید کرد.